از کایل واکر مدافع بریتانیایی پرسیدن 5 تا از سرسخت‌ترین بازیکنایی که تو کل زندگیش جلوشون دفاع کرده کیان، اما جوابایی که داد همه رو شوکه کرد. نفر اول وینیسیوس جونیور بود با سرعت خیلی زیاد و تغییرات ناگهانی که مدافعا رو همیشه هوشیار نگه می‌داره. نفر دوم کیلیان امباپه بود، مهاجمی که با یه حرکت میتونه ازت جلو بزنه و تو رو تا ته توانت خسته کنه. سوم لیونل مسی بود، کسی که لازم نیست زیاد بدوه ولی فقط با یه حرکت میتونه حریف رو زمین بزنه. چهارم نیمار بود با استعداد زیاد و دریبل‌های خیلی خوب که بازی رو جذاب میکنه. اما سرسخت‌ترین بازیکن یکی بود که نمیخواست اسمش رو بگه، فقط گفت یه هیولاست، کسی که باعث شد 90 دقیقه بدون توقف با سرعت کامل بدوه و حتی با این همه تلاش متوقف کردنش تقریبا غیر ممکن بود. واکر گفت بعد اون بازی کاملا خسته و فرسوده شده بود. هر وقت با این بازیکن روبرو میشه میدونی یه بازی خیلی سخت تو راهه. تو حدس میزنی منظورش کدوم بازیکن بود؟ تو کامنت ها بهمون بگو.